آقا خسته سلام و نباشی، وقت یه توضیح بخیر. مختصر میخواستم بدم بابت همین بوش و بوشا رو نگاه یاتاقانا. میکنی؟ آقا عزیز، این دلیل روغن دیر رو وقتی عوض که کردن عوض نمی روغن کنید، اینا میشه دورشون بالاه، دورانشون بالاه، تو دور یه بالا هم لحظه. دور پایین. وقتی روغن به اینا نمیرسه همچین بلایی سر یاتاقا میاره. داخل بوش و رینگا میدونی میخورن، گم رینگ شده؟ داخل بوش رو میخوره، خط میدونی میندازه، از بین میبره. اینا رو همه رو نصف باید یاتاقا دقت رفته کنید، به گیر عوض خاطر کردن خودتون این روغنا روغن رو باز. عوض کنید به موقع. روغناتون رو تو رو خدا سر تایم. به سر خاطر تایم خودتون هم نه، هزینه زودتر از علکی تایم هم شد نکنید. ایرادی سر نداره. این که تایمش رو ماشین هم بخواید وسیله که واسه درستابی همه عوض لازمه کنید، و هزینه ها واقعا علکی خودتون به سنگینه. این هزینه ها نندازید. میبینی فقط همین یه دونه نیست، با همه‌شون اینجوری شده. ستاشون هم انداخته. نگاه، میبینی ردشو؟ اینا وقتی خشک میچرخه اینجوری میشه. همیشه باید روغن داخل اینا باشه، روغن سالم تمیز. اینم خدا رو شکر حالا بنده خدا زیاد لبه ننداخته سیلندش. بعدش هم خواستید اگه بدونید این لبه انداخته یا نه، بعضی از مکانیکا این دوده های دورش رو تمیز نمیکنن. میبینی دوده سیاه و دورش، این دوده ها رو باید تمیز کنی بعد ناخونتو بکشی. مثل این میبینی میکشی متوجه میشی که آقا نه، بوش سالمه. حتی روی ماشین یا تا بوشایی که ثابته، مثلا مثل پرای 206 ها، باید تمیز بشه بعد ناخون بکشی تا متوجه بشی که بوش سالمه. خواهش میکنم حواستون جمع باشه. خسته نباشید.